سلام، به برنامه آشپزی با رادسوی خیلی خوش اومدید. امروز با آموزش یک سوپ خوشمزه با سویا مهمون خونه های شما هستیم. بریم که با هم آمادش کنیم. مقداری از روغن رو توی قابلمه‌ای که از قبل گرم شده میریزیم. پیاز و سیه حبسی رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم که کاملا تفت بگیره. چون من نمیخوام زیاد از روغن استفاده کنم، به خاطر همین پیاز داغم رو با یه مقدار آب اینو تفت میدم و اجازه میدم که کاملا پختش کامل بشه. حالا تا این مرحله من سویا رو بهش اضافه میکنم. اصلا ترتیب مواد زیاد مهم نیست، فقط جای پرک رو آخر از همه بعد اضافه کنیم. هویج، این سوپ خیلی خوشمزه. من خودم خیلی خوشم اومد، فکر نمی کردم که بشه با سویا سوپ به این خوشمزگی درست کرد و سرشار از پروتئینه. خب حالا بعد از این مرحله بهش ساقه کرفس و مابقی سبزیجات هم به همین ترتیب اضافه میکنیم. توی این مرحله میتونید بهش نمک و فلفل و ادویه‌جاتی که دوست دارید رو بهش اضافه کنید و هم میتونید به جای رب گوجه فرنگی از پوره گوجه فرنگی اضافه کنید که خیلی خوش رنگتر و خوشمزه ترش میکنه. ادویه‌جات رو بهش اضافه میکنم، فلفل، نمک، زردچوبه و هر چیزی که به ذائقه شما سازگار هست و اینکه میتونید کم نمکتر هم درست کنید که هر کسی دوست داشت خودش میتونه ادویه مورد نظرش رو بهش یا نمکش رو بهش اضافه کنه. خب الان کاملا اینو من هم میزنم. اجازه میدم که یه خورده مواد به خورده هم بره. توی این مرحله جوی پرک هم بهش اضافه میکنم و عصاره مرغ هم بهش اضافه میکنم و یه هم میزنم و بعد از اون هم میام آب رو بهش اضافه میکنم. خب شد. آب رو هم بهش اضافه می کنم. خب برای اینکه این خوشمزه تر بشه من یه مقدار هم تره فرنگی رو به این اندازه مثلا 4-5 تا برش بهش اضافه می کنم تا طعمش یه خورده غالب بشه و درش رو میبندم و اجازه میدم تا کاملا به مدت 1 یا 2 ساعت سوپمون جا بیفته و 10 دقیقه قبل از اینکه من اینو خاموش کنم و از روی شعله گاز برش دارم، اگر دوست دارید میتونید از هر موادی که باعث ترش شدنش میشه یا مزه‌دار شدنش میشه استفاده کنید. من از آب لیمو استفاده میکنم، آب لیمو ترش تازه، و بعد از اینکه 10 دقیقه جوشید اینو خاموش میکنم. خب دوستان غذای ما آماده است. به 2 صورت میتونید اینو سرو کنید. من به هر 2 صورت رو الان بهتون نشون میدم. یه دونه رو میتونید پوره کنید و میکس کنید و نوش جان کنید، یه دونه دیگه هم میتونید به همین صورت سروش کنید. خب حالا میریم که با هم هر 2 مدل رو ببینیم.
دوستان سوپ ما آماده است برای که نوش جان کنید. من که خودم خیلی این سوپ رو دوست داشتم، امیدوارم که شما درستش کنید و حتما لذتش رو ببرید. یادتون باشه که حتما زیر پستمون نظراتتون رو برای ما کامنت کنید.